در قسمت پنجم رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. میم سر منهج و روش علمی در تألیف صحیح بخاری، یعنی امام بخاری رحمت الله علیه برای تألیف کتابش صحیح بخاری یک منهج علمی قوی را اختیار کرده که امروز ما مثلا در رساله های ماستری و دکترا و در تحقیقات علمی بسیار قویه که چندین استاد ایره مثلا ارزیابی میکنه و فصل بندی و یعنی امام بخاری رحمت الله علیه در امو وقت چی میکنه؟ برای گرفتن برای هر کدام ازی مثلا برای هر بخش چی کرده؟ یک منهج و یک روش خاص را اختیار کرده علمی که مثل یک قانون قاعده و اساس همون کتاب خود تعلیف میکنه. اول منهج و روش گرفتن حدیث. امام محمد ابن اسماعیل بخاری برای گرفتن حدیث شرط مانده بود که غیر از انسانهای ثقه عدل که موثق باشه و عادل باشه و او هیچ چیز نباشه، بغیر از او حدیث از هر کس نمیگیره. از این خاطر حتی در یکی از چیزها من خواندم میگه که وقت امام بخاری در جای شنید که یک کسی هست احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ داره، خواست بر از او حدیث بگیره، پیش از او رفت و بر از او احترام کرد و سفر کرد و رفت، خیلی بالاخره شخص پیدا میکنه، دهولیش که میره برش میگه که شما جناب به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بله فلانی فلانی حدیث من حفظ دارم، میخواد که از پیش از بگیره، ولی میبینه این شخص اسبش در مروی اولیش است و دست خود قسم میکنه برای اسب که اسب یعنی گریخته میخواد که بعد اسب بگیرم. اسب فکر وقتی که تو دست خودتو میکنه اسب پیشش میاد. امام بخاری سعی میکنه که در دست از این چیزی نیست، اسب یعنی فریب دادی، میگه این شخص من حدیث از پیش از این نمیگیرم، ولو که این حتی اسب غلطی کرد، من این یعنی در امو موثق بودنش و در عدل بودنش یک نوع شک پیدا کرد. این قسم امام بخاری رحمت الله علیه احتیاط میکرد. به این اساس شرطی که در راستای صحت حدیث گذاشته است، مثلا وقتی میخواست حدیث بگیره از شخصهای بسیار اول خوب موثق باشه، عادل باشه، بعد از اون مثلا حدیثش باید متصل باشه. در حدیث خود گفته بود که حدیث را که من میگیرم باید این حدیث متصل کدام میگیره؟ میگه که از صحابی و رسول الله صلی الله علیه و آله وصل شده باشه، یعنی صحابی گفته باشه که من اینی حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم، من اینی فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم، حدیث فعلی، اینی حدیث قبلی، اینی قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم، یا اینی قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، و یا حدیث تقریری که در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی عمل انجام داده شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم خاموش شد یا چیز نگفت یا تاییدش کرد. این باید متصل باشه. یکی از شرایط صحیح بخاری بود. دوم، راویاش باید عادل باشن. عادل باشه گفتیم که یعنی کسایی که روایت میکنه از فلانی 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 هر شخص مشناخت، درباره از معلومات باشه و باید بفهمه که این عادل است، یعنی دو کذب و دروغگویی و غلطی و فلانی و فلانی و چیزا. این شرایطی است که در علم حدیث است. حدیث از علت خالی باشه، مثلا شاذ نباشه، قادح نباشه، این چیزایی است که اصطلاحات علم حدیث است. همین کسی که از پیش حدیث میگه او باید حفظ قوی داشته باشه، ضابطه داشته باشه. بعضی کسا هستن مثلا حافظهش ضعیف است، از پیشش فراموشی زیاد داره، مثل مواره، از اینا حدیث نمیگرفتن. باید حافظه بسیار قوی داشته باشه که از فلان از فلان از فلان از فلان از رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اگر 10 دفعه پرسانش کنی همون سندی را که میته از پیشش غلط نمیشه. خب در روش نوشتن حدیث چه قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون امام بخاری رحمت الله علیه حافظه قوی داشت، شناخت خوب از رجال حدیث داشت، با وجود از این مسائل دیگه را مراعات میکرد. اولش چی بود؟ صبر و حوصله مندی، احتیاط و تقوا. در انگام نوشتن احادیث امام محمد ابن بخاری رحمت الله علیه بسیار حوصله میکرد. صبرش چی بود؟ به خاطر که یک حدیث نوشته کنم میره غسل میکنه. ما بعضی اوقات مثلا یک چیز نوشته میکنم و خطا میشه، حالا وضو بگیرم، نه تو باش خیر به وضو نوشته. امام بخاری رحمت الله علیه یعنی خود با اونا وقت قیاس میگه سبحان الله غسل میکرد. این کسایی که معاصرش هستن و کسایی که چیز میکنن اول غسل میکرد، باز نماز میخواند و استخاره میکرد، نماز استخاره میخواند که الله
اگر این حدیث صحیح باشه و چی باشه و من خود زحمت خدا کشیدم در قلبمش بعد از استخاره و بعد از خواندن نماز و بعد از غسل و وضو گرفتن چی میکرد؟ قال علامه ابن حجر عسقلانی میگه که با امام بخاری گفت که ما كتبت في كتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك و صلیت رکعتین. من هیچ حدیث نوشته نکردم مگر ای که غسل کردم و درکات نماز خواندم. ما ادخلت فيه حديثا الا بعد ما استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته و یقین حاصل کردم که این حدیث صحیح است. اما از دیگاه که انسان مؤمن هم اسباب مادی میگیره، علمی میگیره، اکادمیک و تحقیقی میگیره و هم اسباب معنوی میگیره. برای اسباب علمی و تحقیقی شرط میگذاره که کسی که حدیث روایت میکنه باید اینی شرایط داشته باشه، باید اینی شرایط و روایتش و این شخص و متن که چی میکنه برای این شرایط گذاشته برای سند برای متن و همچنان از نگاه معنوی باز چی میکنه غسل میکنه، نماز میخونه، استخاره میکنه، خوب یقین حاصل میکنه و از الله کمک میخواد. باز حدیث اینجا نوشته میکنه. سبحان الله. اینی هست عظمت اسلام. عظمت اسلام هست که این تو شخصیت های اسلامی پیدا شده. دوم حفظ احادیث با اسناد و متون مختلف، اسناد و متون و اسناد مختلفش. مثلا اگر یک متن است و سند است، این احادیث با متن‌های مختلف با سندهای مختلف این را حفظ داره امام بخاری رحمت الله علیه. این نعمتی که الله برش داده بود. یعنی چی میگه؟ روی عنه انه قال خرجت الصحیح من 600,000 حدیث. از 6 لک حدیث میگه من این احادیث تخریج کردم. یعنی 3 لک حدیث خو رسول الله امام بخاری رحمت الله علیه 1 لک حدیث صحیح و 2 لک حدیث غیر صحیح خو حفظ داشت. لکن احادیثی که مثلا کتاب خدا روش میکنه از 6 لک 3 لک حدیث دیگه هم که حفظ نکرده. از این 6 لک حدیث که در پیش ازی هست چی میکنه امام بخاری؟ این کتاب خدا. دوم اختیار احادیث صحیح و اکتفا به خاطر اختصار است که قبلا ما شما داداش کردیم که امام بخاری رحمت الله علیه میگه که لم اخرج فی هذا الكتاب یا لم اخرج فی هذا الكتاب، ما نگرفتم یا تخریج نکردم لم اخرج فی هذا الكتاب الا صحیحا، مگر حدیث صحیح. و ما ترکت من الصحیح اکثر و تعداد که از صحیح چیز کم بسیار زیاد بود به خاطر از اینکه کتاب زیاد نشه. مثلا یک نفر از چقدر لک حدیث صحیح و با تمام متنها و سندهاش و جلها جلد نشه. از این خاطر امام بخاری به خاطر اختصار و از این خاطر امام اسماعیلی میگه که اگر این کتاب کلش داخل میکرد خب بسیار کتاب بزرگ میشه. معقل نصفی چی میگه که میگه من از امام بخاری شنیدم که میگفت ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح و تركت من الصحيح حتى لا يطول. خب دیگه از صفات امام بخاری رحمت الله علیه مراجعه و تجدید نظر بود. مثلا کتاب وقت بعضی کسا از کتاب وقتی که نوشته کرد خلاص دیگه حوصله نداره که او کتاب بعد. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب خود باز مراجعه میکنه، حدیث اصلا میخونه، اصلا متنش سر سندش خوانده میره مراجعه میکنه. اینقدر چی میکنه که میگه 3 مرتبه میگه این تصنیف کرد. یک دفعه میگه کلش وقتی نوشته کرد باز مراجعه کرد، جاهایی که مثلا نفهمید که چیز دوباره میگه مرتبه 2 3 مرتبه این کتابم. دیگه از کارهایی که امام بخاری رحمت الله کرده تقدیم کتاب به علمای بزرگ. امروز که ما شما کتاب میتیم که یک عالم او را تایید بکنه و تقریض، امام بخاری برای تایید و تقریض چی میکنه؟ این به علمای بزرگ میده. امام محمود ابن عمرو عقیلی میگه لما الف البخاری، میگه وقتی که امام بخاری الف البخاری کتاب صحیح، میگه وقتی که امام بخاری کتاب صحیح تعلیف کرد عرضه علی احمد بن حنبل. علمای بزرگ در اون وقت بودن. احمد بن حنبل رحمت الله علیه بر از او پیش کرد کتاب خدا. و یحیی ابن معین یکی از علمای بزرگ رحمت الله علیه وقت بود. ولی ابن مدنی و غیرهم بر از او پیش کرد. ببینید کتاب را که با تعلیف کرده من قاینی شرایط این فلانی ما دیگه علما فاستحسنوه، کل علما گفتن واقعا این کتاب بسیار عالی است و شهدوا له بالصحه.
و شهادت دادن که کتاب صحیح است الا فی 4 احادیث، مگر در 4 حدیث. در 4 حدیث علما چی گرفتن؟ نقد گرفتن. مثلا گفتن که این 4 حدیث یکمک پیش ما مشبوه است. والقول فيها، قال العقيلي چی میگه؟ العقيلي میگه والقول فيها قول البخاري، لكن پسان که شد میگه دقت که شد قولی کی صحیح برآمد؟ قول صحیح البخاری که و هی صحیح. همین 4 حدیث هم از جمله احادیث صحیح بودن، لکن پیش علمای بزرگ یک چیز پیدا شد، شبهه پیدا شد که او رفع شد، لکن دیگه مکمل کتاب اونا چی کردن؟ دیگه امام بخاری رحمت الله علیه کتاب‌های خود به ابواب‌های مختلف چی کردن؟ تقسیم کردن. در این کتاب‌های خود مثلا باب‌های مختلف را کرده، در اون بحث‌های مختلف را جاگزین کردن، مربوط به عقیده توحید، مربوط به فقه و احکام. مستفادی به استاد حدیث و علوم چی میگه در پانتون دمشق است؟ میگه فین صحیح البخاری یمکن ان یعتبر کتاب حدیث و فقه. میگه کتاب صحیح بخاری تنها کتاب حدیث نیست، باید اعتبار بدیم کتاب حدیث و فقه. چرا که وقتی که امام بخاری باب‌های از چیزای از تقسیم بندی کرده، تو مثلا عناوین را گذاشته که امو دلالت کمی حدیث به این موضوع فقهی دلالت میکنه، پس این کتاب حدیث است و کتاب فقه است. لکثرت ما ضمنه من آراء فقهیه لکبار الصحابه، این بسیار آراء نظریات فقهی کبار صحابه و تابعین و امامای مجتهد. و کثیرا ما یعطی البخاری رحمت الله رأیه فی المسئله و یستره فی صحیح. بعضی اوقات نظر خودم میگه، باز میگه که این نظر من هست و اونجا هم درج میکنه. پس کتاب ازی کتاب چی است؟ دیگه امام بخاری رحمت الله علیه بحث‌های مربوط به تفسیر قرآن، در آیات قرآن تفسیر میکنه، مربوط به سیرت و مقاصد داره، قبلا ما شما گفتیم مربوط به طب و رؤیا داره، بحثات پیرامون اساسات اصلی اهل سنت داره، مثلا که عقیده درست اهل سنت کدام یکی است. بعضی از فرقه ها و گروه های بدعتی پیدا شده بودن، پس بعضی از باب هایی که امام بخاری رحمت الله علیه میگذاره، مثلا فضایل صحابه، بعضی کسا درباره صحابه صحبت میکردن، بعضی بدعتکارایی بودن گروه های گمراه و بدعتی، بعضی چیزهای سر صحابه میگفتن. امام بخاری رحمت الله علیه فضائل الصحابه، مناقب صحابه را بیان میکنن و مناقب الانصار رد میشه بر رافضی ها و ناصبی ها و خارجی ها و اینا از جان هستن. دیگه این قسم رد به قدریه و جبریه و اینا هم و انحرافاتی از اینا، بعضی از عناوین رو میگذاره که اونا چی شوه چیز شون. این بحثا رو هم میگذاره به خاطر ذکر. و امام بخاری رحمت الله علیه که هستن به این شکل با همین منهج که داره، با همین اسلوب که داره، این کتاب از جامع ترین و صحیح ترین کتاب بین مسلمان ها هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.